رفتیم با رفیقم پیرن بخریم. قیمت یه مدلی رو ازش پرسید. طرف گفت 330 تومن ولی شما 300 بده. داشتیم از مغازه می اومدیم بیرون، پشت سرم اومد داد زد آقا بیا 200 بده. این داستان توی چند تا مغازه دیگه تکرار شد. به خدا که این اسمش کاسبی نیست. دزدی شرف داره به این تورنون در آوردن. کوچیکا از هم میزنن، گندا از همه. اوضاع لجن مالیه. دستایی که تو جیب هم میکنیم تمیز بیرون نمیان هیچ وقت. این دستا دیگه با آب و صابون پاک نمیشن. ما تا آخر عمرمون با همین دستا غذا میخوریم، همدیگه رو بغل میکنیم، کف میزنیم،